باید واقعا با یه فکری بکنم. امیدوارم هر چیز زودتر مالکیت مشخص بشه. حداقل واقعا 5 بازی 2 امتیاز جای هیچ دفاعی نداره. اگه یک زمان باشه که برای تغییر مناسب باشه اون الان. نمایش ساعت 2 به فعلا هیچ خبری نیست. فقط بساط بهشت چیه اینجا گذاشتن، صاحبشان حالا سرش نیست. خواستم امروز بگم اگه امروز هم منو به این راحتی راه ندن فوش میدم، ولی اینقدر خلوته که اصلا کار به اینجا نمیکشیم. در و دروازه باز بریم تو. دفاع که هیچکی نیست. این چه وضعش آخه؟ ویورره. یادتون از سر قبلی چی اومد که سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. فکر کنم همون لامپ معروف علی بزنم. کدوم؟ اون لامپ. اون لامپ. فضا اینجا رو چطوری می‌بینی علی؟ افتضاح. شاید فکر کنید اینجا الان همه چی آماده است، حالا فقط یه خورده کثیفه، ولی اشتباه فکر می‌کنی. حالا ما باید بریم یه 15 متری می‌گرفتیم از اون ور برق بکشیم بریم اینور. با هزینه خودتون گرفت؟ نه با هزینه آقای لا آقای هاشمی. آقای هاشمی شما هستی؟ چه خبر؟ همون آقای هاشمی هستن که مهاجرت کردن از کازرون. به کازرون نمیدونم، از کازرون رفتم نیشابور. درصد خوب خوندی. آره آقای هاشمی آماده امروز نعره بزنین. اصلا امروز خوش انرژی نیستم، حوصله‌ام با من خودم امروز با کلی چه خبر خوبی ما دادی. اینجا خیارشوره. نه ببخش، اینجا دریاچه نمکه. میخوایم خیار و خیارشور بکاریم. بیا بکردیم. سیم کشی کن، سیم کش. آیه بالا زده. نتیجه بازی چند اصلا برام مهم نیست نتیجه بازی چند میشه، فقط از این بدتر نمیشیم که. انشالله امروز دیگه 7-8 تا میزنیم. آفرین. با آروم باد میاد. تیم اینجا سایتانی گنجا. چمنو ببین چه خطی انداختن. خطشو ببین اضافه برعکس همه استادیوم ها.
آقا امروز بازی ببره لاغر امروز بودن جواب ان شاء الله جواب دیگه جواب بخورن ان شاء الله انگلیس تو بازی زود نه انگلیس بله انگلیس آقا بوده ماشاءالله ماشاءالله یا علی آقا یا علی آقا یا علی امروز خرید با ترکنید 100% چند شنبه بازی 2-0 برای ما ترکنیم قربونت 100% خوب علی جان قربونت یا علی آقا دلیل پرپشتی چمنم معلوم شد. از نزدیکتر زیبایی میبینی یا علی آقا یا علی آقا میبینی آقای رنگو میبینی آقای رنگو دنیا ریده ما بله بله اوضاع تیمو چطور میبینی؟ اوضاع خرابه انشالله امروز باید بره راهی به جز برد نه باورتون میشه همینا قهرمان جام جهانی شده بودن نیم ساعت دیگه اینجا حسابی شروع آفساید نیست جعفرپور خود جعفرپور کاور در میاره شرایطو چطور میبینی پوری؟ بوق بس دفعه قبل خیلی بوق زدم تو یه حرف درست سایه خب بازی چی میشه؟ من با ادب امروز میبریم یکی شد قبول دیگه نیای نمیتونم قول نمیدم آقا این نیاد رو کی من بوق بزن راست میگه بوقا کجاست از دفعه قبل 3 تا بوق واسه پوریا زدم جانشین بازی عزیزم باز به نظر من 3-1 میشه من این 3-1 رو میگم تا 3 تا گل آقا 3-1 رو ول کن ما نمیخوایم گل بخوریم بس نه یا یکیشه یا اصلا 5 میزنیم 5 معروف داماش همیشه ما 5 میزنیم 5 از بحران در میاریم اون موقع مسعود دروازه‌بان میشه دفاعمون رو محکم گل نخورد یه 5 تا که معروف بودیم یه 5 تا دیگه به اردبیل زدیم یه 5 تا نمیدونم به دخانیات زدیم یه 5 تا نمیدونم به خرم دره جام حذفی بود کلا 5 تا زیاد زدیم تو تاریخ پیکان زده بودیم پیکان 5-3 کلا 5 تا خوب میزنیم اگه بعضیایی میگن 3 ما میگیم 5 ان شاءالله که ستای آپوریا باشه حالا استارتو بزنیم کلا اینطوری شروع میشه 1 2 3 4 ای لعنت به دامش بعد 6 7 8 9 نکته برده سلاطین چال اینک آفتابی نره اون که داره لایو میگیره رو سلام چطوری؟ ماشاءالله تیم تو خواهشاً خوب قضاوت کن نمیخواد واسه ما قوانین توضیح بدی شروع شد یا علی یا علی
کارهای تیزشه، قضاوت با خودتون. جایگاه ابر طوفانی در حال طوفان. آش چی شد؟ نقطه پنالتی، نقطه پنالتی. چی میشد اون داور بازی قبلی هم پنالتی میگیره. محمد خرم الحسینی میخواد پنالتی رو بزنه. شانس نداریم، یه پنالتی هم اینجا میگیرن باز خراب داد کنه حداقل تو جریان بازی بود. اول تموم شد بدون گل، یه پنالتی هم از دست دادیم. یادتون تو ولاگ قبلی چی گفته بودم؟ تا دقایقی بعد صدای هل هل کن منو ول کن از اینجا به گوش خواهد رسید. بازی چی میشه نیمه دوم؟ 3-1. تیم جون نداره پوریا. واقعا تیم واقعا جون نداره. واقعا نمیدونم مثلا به هر هیچ نتیجه‌ای نمیگیری که هی گلی که نمیزنی هی باز تاثیر داره توی نتیجه نگرفتن، استرس بازیکن، هی منفی پشت هم کلا. حالا مثلا نگاه کن اینقدر اسکواد تیم ضعیف تو جلو، حالا به انتخاب یا غیره اصلا توانایی جابجایی واقعا وجود نداره. یعنی اصلا الان من نمیدونم، یه هنر مربیه الان مثلا بخواد تغییر تاکتیک بده که من بعید میدونم تو اصلا افکار این مربی بگنجه، اصلا دستش واقعا بس اگه دلش هم بخواد نمیتونه. یعنی تنها نکته‌ای که الان وجود داره در بازیکنی که میتونه انجام بدن بازی سیمانپوره، یه دونه قرغنبر. امیدوارم هر چیز زودتر مالکیت مشخص بشه، حداقل از الان هدف گذاری بشه واسه کلی اون حواشی منفی از اون بره. آره استقلال ملاثانی مثلا الان 6 تا بازیکن لیگ برتری گرفت. ما فقط موندیم ببینیم چی جا مونده. آقا امید خالدی تا 2 سال پیش پارسال داشت تو فولاد لیگ قهرمان آسیا بازی میکرد. آره حالا این چیه؟ من نمیدونم. اصلا میگم کل این نمیدونم 25 تا 26 تا بازیکن داریم، هیچ کدومشون بگیم که آقا یه دونشون برای در واقع مثلا رقابت برای این ترکیب چیده شده در افکارشون وجود نداره به نظر من. یعنی اصلا از آزاد جعفرزاده که دفاع راست خیلی خوبیه، ما دیدیم دفاع چجوری بوده، دقیقاً دیدیم. اونم که تازه لیگ محلات جذب شده بود چه کیفیتی داشته، ولی واقعا نمیتونه. اصلا میگه آقا وقتی یک بازیکنی 1 سال 2 سال طول میکشه با این سیستم چی بکنه.
نیمه دوم شروع شد. نیمه اول باید گل میزدیم نزدیم. یا علیا بده تو سری بده. ماشاءالله داور، ماشاءالله. اون که وقت تلف کرده رو با قول مابین حالا چه رنگ پریده. باش شده باره موقع شب کجا داریم میکنیم؟ بشر که نیستی، حیوان. تک و تنها. الله. یه دونه مصطفی حاجانی خوب رفت. یه دونه. و بازم پنالتی. یکی چه داماست. اگه اینو گل نمی‌کردیم تا اینجا کمر تا کمر می‌رفتیم تو حاشیه. دقیقاً یکی از مدعی سقوط می‌شدیم واقعا. تیم خوبه، گل نمیزنه. آره من میگم این بازی اگه نبریم واقعا من میگم تیمی که از کاندیدای سقوطه. ولی دم رضا هم گرم. رضا خسته‌شون کرد. هم رضا زاهد هم رضا مهدی پور. فقط الان باید گل حفظ کنیم دیگه. پور مهدی بود که باید الان گل حفظ. کلا با ادب. آره خیلی. امروز اصلا فوش نه. نه دندونم درد میکنه مگه نه؟ آره. واقعا تو این شرایط باید فوش بدی. لحظه اساسیه. آرمین انبساطی اخراج شده. ما 10 نفریم. یه ضربه پاشته خطرناک برای تیم بابل که به هیچ جا ختم نمیشه و تماشاگرها به بازیکنان بابل لایک نشون میدن و میگن اشکال نه. بازی 1-1 شد. اوزارم دیگه میتونی تشریف کنی. آخرین ضربه بازی گل مساوی تیم بابل. حرفی برای گفتن نمیاد. خب 5 بازی 2 امتیاز دیگه هیچ جای دفاعی نداره. یعنی تیمی که از نظر شرایط مالکیتی هم ریخته است. کادر فنی تیم، سرمربی تیم اون تاکتیک درست رو نمیتونه انتخاب بکنه
و تیمی که واقعا بد بسته شده. تیم یکی از بزرگترین عیباش اینه که مهاجم نداره. البته عیب زیاد داره ولی من عیب مهاجمو خیلی بالقوه‌تر میبینم دیگه. خب همینه دیگه. تو چند هفته اولم اینجور حواشی مالکیتی و مدیریتی و اینا یکی رو باید بگیریم دیگه. خب مدیریت تیم و کادر فنی تیم همه مقصرن دیگه. باید تغییر به وجود بیاد. نیاز به تغییر داریم. یعنی آقا واقعا اگه آقای زحمتکش نمیتونه این تیمو نگه داره، آقا همین الان بذاره بره. واقعا 5 بازی 2 امتیاز جای هیچ دفاعی نداره. شما نگاه بکن بازی خیبر خرم‌آباد تو روز روشن اومدن اینجوری سر ما رو بریدن. واکنش ما چی بود؟ اومدیم از جایگاه داوران چیز کردیم، دفاع کردیم، در حالی که آقا حقت خورده شده. تو چرا میای از کسی که حق تو رو خورده میای تشکر میکنی؟ آقا مشکلات زیاده. خودم موندم دیگه از کجا شروع کنم. پایان بازی اینقدر صحنه غم انگیز بود که دوست نداشتم فیلم بگیرم. حرفی برای گفتن نمیمونه، فقط اینکه خیلی ها باید برم. این تیم میمونه، این هوادار میمونه، ولی خیلی های دیگه باید برن. و حقیقت اینه که الان ما یکی از مدعیای اصلی سقوطیم و مهم نیست چقدر بگیم مطمئن باشین تیم بهتر میشه. حرف معجزه نمیکنه. فکت ها رو ما داریم میبینیم. به خودتون خیلی خراب کرد. الان که فکر میکنم شاید بد نشد که مساوی کرد. الان مشکلات تیم آشکارتر به نظر و با یه برد مخفی نمیشه. اگه یک زمان باشه که برای تغییر مناسب باشه اون الان.